این دوستای ما تلاشی داد برای ما که نوبت رسید گفت تلاشی بده. گفت ما تلاشی نمیتونم. گفت چرا؟ گفتم ما کدام درخواست نکردیم، شما ما را میمان کردید و ما در قانون ما میمان ما را تلاشی نمیکنیم. خب بسیار تا بالا شد. خلاصه گپ آخری گپی است که ما گفتم ما پس میرم هتل، ما تلاشی نمیتونم. گفت خیر 5 دقیقه صبر کنید. 5 دقیقه صبر کرد که دیدیم یک خانم بسیار بلند قد دراز لباس سرخ پوشیده از اون طرف آمد، دست بر ما داد، خود معرفی کرد. گفت من مسئول. شما پس دست دادید باش. بابا دیگه چی خب دست دادیم. گفت من مسئول تعلیم، ما آدم از اون مردمان نیستم. دست دادیم. گفت من مسئول تعلیم و تربیه وزارت خارجه امریکا هستم، تو چرا تلاشی نمیکنی؟ گفت امو گپ که پیش بر دیگران تکرار کردم، برای تکرار کردم. گفت هر رئیس جمهور دیگه کشورام که می دیگه تلاشی میته، رئیس جمهور کشور شما جناب آقای کرزی صاحب که میگه تلاشی میته. گفتم وا شاید بیان کدام سوال داشته باشن، کدام طلب داشته باشن. ما طلب ندارم، ما طلب ندارم و غیرت و غرور افغانی خود نمیخوایم که زیر پاشو تلاشی نمیتم. همین تو زنه کسر ما تاو بالا ساکت بده دسته باز مرا گرفت. نه همین تو از همین ماشینم مرا نمان که برم و تلاشی مرا همین تو برد. گفت دفعه اول در تاریخ امریکا که یک کس بدون تلاشی داخل میشه، او هم افغان، او هم بعد 11 سپتامبر. ما بجای از اینکه بیایم دست بدم، ما مستقیما آمدم در نقشه افغانستان. خب نقشه افغانستان کلا رفتم، من نظامی سم چون نقشه را میفهمم. رفتم ولایت خود، در ولسوالی خود، در قریه خود، در همه افغانستان از قریه ما خط سرخ قرمز دار خورده بود. این در مغز خود گرفتم، آمدم امروز یک مغز گرفتم و بالا آمدم. ترجمان ما یکی از برادرای قندار بود به نام داوود که 30 سال دمو امریکا تیر کرده بود. برای از او زنگ زدم که برادر من بسیار خسته هستم، اگر من یک چکر یک جایی ببر، یک کافی شاپ مافی شاپ، یک کافی بخوریم. او آمد و مرا برد در ویرجینیا رفتیم. گفتم داوود جان یک سوال دارم. گفتم من در اتاق کلن پاویل داخل شدم، نقشه دیدم از همه افغانستان اوکی، از قریه ما خط سرخ. خنده کرد گفت دیدی؟ گفتم بله دیدم. گفت در اینجا ضرب المثل است، سرازی فامیل گفت که هر چقدر دستکش کنی که وقتی آمد گپ افغانی و غیرت افغانی خود میزنه چیزا قبول نمیکنه.